امروز فوتبال یکی از موضوعهای اساسی و کلیدی در جمعیت ما شده است، با ویژه بعد باخت فوتزال ما در چمپیونات جهان، باخت بزرگ استقلال در سپاهان در اصفهان ایران با حساب بزرگی 4-0 و دیروزینه باخت روشن کلوب 1-0. هرچند بگویم که بچه‌های روشن خوب هم بازی کردند، استقلال هم بد بازی نکرد، فوتزالستان هم از خود مهارت نشان داده تا چمپیونات جهان برآمدن و اما باخت است. باخت چی 1-0 باشد، چی 4-0 باشد، چی 100-0 باشد، باخت است. و سر فوتبال بسیار بحث و گپ‌های زیاد هست در عالم مجازی یا خود اینترنت، در فیسبوک، در شبکه‌های اجتماعی. هر یکی نظر خود را می نویسد و ویژه وقتی که ما هم نظر خود را نوشتیم بر ضد ما برآمدند، با ما بحث ها کردند و اما ما گفتیم که مثلا فوتبال تنقید و تحلیل پذیر است، فوتبال تعریف پرستی را خوب نمی‌دارد که آینده تعریف پرستی، تعریف های برهوا و برزیاد نتایجش همین است. و اما ما ملت فوتبالی هستیم و در ترکیب خود نه تنها فوتبال بازان بهین و بهترین و خوبترین داشتیم، بلکه مربیان و ترینرهای نامی هم داشتیم. امروز مهمان ما هستند یکی از ترینرهای نامی، نامدار و از همه عنواندارترین تاجیکستان که یک دسته عموما ناشناس ریگر تدز را در سالهای 90 7 بار چمپیون جهان کرده و 3 کرات پای هم جام افک، جام همون آزیاتسکی فوتبال کنفدراسیا که امروز لیگ چمپیون ها و جام ها شده است، 3 بار پای هم به دست آوردند و همون پرچم فوتبال ملی را بر گنبد فوتبال آسیا زده بودند. خوش آمدید محمد جان حبیباللهیف، با تخلصی که در کلوب بازی میکردند مخک و تخلصی که SSSR با شما داده بود، فرگوسونی تاجیک، سر فرگوسونی تاجیک. اکا خوش آمدید. سلامت باشه. قبل از اونی که ما درباره فعالیت شما صحبت کنیم، میخواستم نظری خود را بگوید که همین باخت های پیهمی که شدند و مخلصان را بسیار عصبانی هم کردند و نفرانی که با فوتبال مبلغ گذاری میکنند، متاسفانه امروز فوتبال ما و مثل فوتبال دیگر دولت ها، حتی ازبکستان و ترکمنستان دستگیری مستحکم و سخت ندارد و اما با هر با سپانسرها مبلغ میگذارند و زیق میشوند رو افتاده میشن وقتی که بچه‌های ما گل می‌دهند. سبب باخت همین اخیری چیست؟ سلام خود را به تمام کارگران گازیت SSC. یک گازیت که از دوران سال 90 هم به حد گازیت که ما هر روز به هر یک وایش می‌خوندیم. سلامت باشید. بعداً سلام خود را به مخلصان فوتبال که وقتای اخیر بگیم علمین فوتبال خوب سر کردی، فوتبال به حد مسابقه پای در پای گذاشتن و خیلی که شما هم گفته گذاشتید چی در فوتبال خوب، چی در فوتبال کلان 20 ساله های ما، چی در بازی بین دسته‌ای بگیم دسته استقلال و روشن که در جام قهرمانان دو در آسیا برآمد دارند. البته باخت که پای در پای رفت، خیلی مردم ما هم مخلصان مانده شدن، برای که باخت هر یک مخلص قبول نمیکنه. اگر ما صد بگیم که بار اول در جام جهان برآمدیم در فوتبال، لیکن ما در سایت اینترنتی دیدیم که بسیاری مخلصان راضی نبودن. باختی که ما بگیم با ایسوی مخلصان ما سرطلب است. سرطلب البته مخلص نمیشه. وقتی که با جام جهان برآمدیم دسته یک چنین فوتبال ما هم بگیم خرسند بودیم برای برآمدن، لیکن
ما امروز بار اول در جام جهان بازی کردیم. من همچون متخصص گفتم که مربی ما هم قدر بگیم تجربه کاری نداشت در همین مسابقه‌های بلند. بار اول بود. لیکن وقتی که تو نتیجه خوبیشون میدی، وقتی ما یکم بار قهرمان شدیم دیگر تعداد ای موقع طلب نمیکردن. دیگه بار قهرمان شدیم سال سوم و چهارم دیگر هر سال طلب میکردن که ما باید قهرمان شیم. تا حاضر ما وقتی جای دیگه گرفتیم سپانسرمون سرپرستمون تالکو کمپانی تالکو برابری کبیروف شیرالی کبیروف بود. شیرالی کبیروف ما را قبول نکرد که ما جای دیگه گرفتیم در چمپیونات تاجیکستان. قریب 10 سال میشود که دیگر جای ششم و هفتم 2 مرتبه لیگ یکم غلطی. لیکن سرپرست که ما همه شرایط را با ما بگیم. یعنی که گفتی روسایی که میگن که اپتیت приходит во время еды. اشتها در وقت خوراک میاد. وقتی که شما پای هم چمپیون میشوید مخلص طلباتش بیشتر میشود. وقتی که در چمپیونات آسیا 2023 در خطر ما خوب بازیده طلبات مخلصان علیه چمپیونات جهان بود و طلبات یعنی ببینید وقتی که مخلص طلب میکند فوتبالیست هم بازی میکند درست است. یعنی مخلص رو نمیشود فناتور رو گفت که شما فوتبال رو نمیفهمید و ایخه طلباتو نگذارید درست است. خب من گپ شما رو بریدم برای تقویت گپ شما یعنی که سببای باخت چی بود؟ سببای باخت پیش از آن نداشتنی در چنین مسابقه تجربه برای که اگر ما هم بازی اول هم باختیم بگیم با حساب خرد بود حساب کلان نبود لیکن ما با دست پاناما با یک حساب کلان مغلوب شدیم. اگر ما 1 2 بار 3 بار مغلوب شدیم مخلصان هم همینجا قدر قهر نمیکردن. لیکن وقتی حساب کلان شد من فکر میکنم 8 بار 3 من فکر میکنم که عموما دسته ما با چنین مسابقه تیار نبود برای که دو تا حریف سخت پرتغالیا و ماروکو دستای پرقوت بودن. پاناما با قوت نبود اما 8 بود. لیکن ما تمام قوا را همین دو دسته را صرف کردیم. همین دو دسته را اما خطایی که در یعنی میتونم گفت که اگر مربی سخت پروفسیونال میبود در اون بازی ها شاید سستر بازی کرده با پاناما اومده بده چون که دو دسته ضعیف ما و پاناما بودیم در همین گروه. بله من فکر خود را دامون برآمده که در فیسبوک شد فکر خودم را گفتم من راست گفت طرفی مربی را گرفتم برای که من خودم مربیم. برای چی طرف مربی را گرفتم برای که تجربه کاری نداشت در چنین مسابقه کلان ما با پرتغال با کدوم سسته غایتی که بازی میکردیم مغلوب میشدیم. برای باید ما بچه های خیمون کمتر احتیاط میکنیم یکون سخت چی نمیشیدن دم میگیرن با بازی ماروک هم دسته ماروک هم به حد دسته پرقوت بود برای که ما در بازی دیدیم که عموما استیل ماروک دیگه استیل دیگه تاکتیکال عموما وقتی که با چمپیون جهان ما بازی کردیم پرتغالیا یک بازی یک سیستم برزیلیه بسیارتر بازی تکنیکی شو میدن. لیکن ماروک عموما یک بازی به حد تیز حرکتی به حد بلند داشته. ماروک در فوتبال بزرگ هم یکی از دولت‌های فضاساز است. یک محمد صالح چی می‌ایستد یا کی از ماروک محمد صلاح بازی می‌کرد و چی می‌ایستد و فکر منم همین است که باید ما در همه دستا یا که عموما در فدراسیون فوتبال باید یک تحلیلگر یا که یک پسیخولوگ داشته باشه که با همه دستای مسل کرده دستای نورسان دستای برای چون پسیخولوگ نداره. من فکر میکنم که یکی از کمبودی ما همون روانشناس پسیخولوگ و تحریک دهنده نیست که مثلا همون بازی را بازیگران را تحریک دهد و شور بیارد بفهماند که مغلوبیت هست و اما از شما پیروزی انتظارند. شما ملت فوتبالی هستید. مثلا همون بازیگران مراکو هم 2 دست و 2 پا و 1 کله دارن شما هم همین پسیخولوگ نیست یعنی که با روانشناس کمتر کار میکنه. در دستان نبودن روانشناس یک کمبودی خیلی کلانه برای که امروز در تمام فدراسیون فوتبال چی ازبکستان که چندین سال استفاده میبرند قرقیزستان امروز در فدراسیون فوتبال روانشناس دارد که
او با تمام دسته ها سر و کار دارد. بعدی که بگیم بعدی هم بازی را تحلیل کردن، بعدی برآمد سرمربی روانشناس فکر و عقیده های چه میگه. اگر ترینر معقول شد یا قبول کرد نکرد این اختیاری ترینر، لیکن روانشناس بگیم اونجا بچه را میتونه کمتر سخن قطعی بگیم چکنه стимул میده. امیر نگروز که پسیخولوژی را همون میتونه بروره. مثال امروز در فدراسیون فوتبال تاجیک ما نداریم روانشناس. ما یک یاد گفتنیم که ما در دولت روسیه 2-3 سال کار کردیم، در یک مکتب بچگانه ما پسیخولوژ داشت. امیر روانشناس هر یک مکتب فوتبال پسیخولوژ داشت. و اومده یک هفته در یک مرتبه مثل همون دستوی ما را چی میگذراندن اشتراک میکند در همین تمرین. اومده فکر همین چی را میفهمید بچه را چخیل ما تمرین دودیسی معقوله چی کم بودیه یا قطعی پدر و مادر همین فوتبال بازار بخوری میکرد پسیخولوژ همین پدر و مادر گپو را گرفته با مربی میرسون که همین خیلی کار که همین سم در کم بودی تا همین جای. خب این اگر ببینید فوتزال این حرکت ارخیو شد، تاریخ شد. ورق زدیم و برگردیم به سر باخت‌های پیهمی استقلال روشن. استقلال در سفر با حسابی بزرگ بود و روشن هرچند در میدان خودش نبود. من باور دارم که مثلا روشن وقتی که اگر در کلاب بازی میکرد در اونجا 20-30 هزار مخلص شما خودتون فوتبالیستی روشن بودید، مربی روشن بودید. و همون گونه‌ای که ترینر سابق استقلال گفته بود روشن را در کلاب حتی بارسلونا شکست دادن کوازویچ گفته بود که حتی بارسلونا روشن رو در کلاب شکست دادن نمیتونه. یعنی اون محیط دیگر است، اینجا محیط نقش بازید. و اما من دیروز با پرزیدنت کلوب معروف استقلال شاروخ سعیدزاده صحبت داشتم. بحث ها گرم شد، سخنهای پست و بلند هم گفتیم. بحث باید همین خیلی باشد، بحث سازنده باشد. این را با چه خاطر میگم؟ با خاطر میگم که مردم فکر نکند که استقلال این ارکاتورفور است، نوزپرورد است. پرزیدنت استقلال، مربیان استقلال و مسئولین استقلال اونها تنقید پذیرند، اونها تنقیدهای ما را قبول میکنند. و در همین بعد شاروخ سعیدزاده دیروز بسیار یک گپ خوب گفت. گفت ما بازی را در ایران و روشن در لیگ چمپیونات در اینجا ما نباختیم. ما بازی را در چمپیونات داخلی میبازیم که حریف های پرقوت نداره، یعنی که سبقت سخت نیست، کنکورنسیا نیست. کلوب های ما مثلا ببینید من یک مثال بیارم. وقتی که در دوره رامانسوف 9 سال پای هم سپارتاک چمپیون شده بود، فوتبال با زمین زد در روسیه. وقتی که گگمونیای یوونتوس در ایتالیا بود، مثلا روما و اینتر و میلان علاقه ضعیف شدند. وقتی گگمونیای باواریا در گرمانیا بود، پای هم چمپیون میشد. مثلا با باروسیا و این لیپزیگ اینها عموما دیگر کلوب حساب نمیکردن. در دو دولت وقتی که مثلا بارسلونا و ریال بازی میکردن، کلوب‌های اسپانی فضا میکردن در چمپیونات لیگ چمپیونات اروپا. یا که در انگلیا کلوبی ضعیف نیست. تا وقتی که همون سر فرگوسونی که ما شما را تشبیه دادیم منچستر یونایتد رو پای هم چمپیون میکرد، گگمونیای منچستر یونایتد بود، فوتبال در انگلیا ضعیف شده بود. ولی که چمپیون تغییر می‌یابد، رقابت است، کنکورنسیا است، فوتبال سخت‌تر شده ایستاده است. ضمناً همین گگمونیای استقلال، این من فکر شاروخ سعیدزاده رو گفته ایستادم. گگمونیای استقلال نبود حریف و رقیب پرقوت فوتبال ما رو ضعیف کرده است. همین است. چی باید کرد؟ البته چیزی که امروز میدونیم دستای پرقوت ما، دستای استقلال، روشن، خوجان و امسال وحش، دستایی که
دیگه قریب 10 سال اخیر خیلی استابیل نه بازی کردن. اگر که سال 2000 ما بگیم تا 2012 دسته ریگا تعداد دسته بود که bayrak futbol توجیک در دست ریگا تعداد فضاساز. بله، لیکن امروز گفتیم ریگا 2 مرتبه با لیگ یکم رفت. برای همین امروز دستوری که باید پرقوت باشن با استقلال، رفشن و خوجان کنکورنس سازدوات کن نیست. امروز یگان دسته ما همین سال دیدیم دسته سیسکا کمتر تغییر و ارتش. البته این فکری به حد درست است. اگر ما خواهیم که دسته یکچینی ما پرقوت شود، پیش از همه باید دستای داخلی باید پرقوت باشن. امروز با غیر رفشن خوجان با استقلال یگان دسته سربسر شده نمیتونن. برای همین پیش از همه میخواستم من یک مینادوری خود رو با همین سرپرستو گفتم که البته چه استقلال دستگیری میکنن چه دسته رفشن کلوب امروز سرپرست خیلی خوب دارد که از تمام نیاز اما جو با جو یگان امروز شرایطی که رفشن کلوب دارد دستای لیگ یکمی لیگ اولی ازبکستان ندارن. امروز ما میدونیم که در ازبکستان یک دو دسته امروز همین یک نومد یک در فوتبال ما میگیم باید یک ریولیوشن شود. موتیواسیون که سالی که میگیم 2002 یا که سالی وقتی که 2011-12 استقلال پیدا شد باز اون موتیواسیون نیست. این موتیواسیون مثلا از طرفی یک سرپرست نمیشود. این موتیواسیون از طرف مربی و بازیکنان وقتی که تو با میدان میبری بازی گذاشته استقلال در سفر با دست ایران به یک بازی ضعیفی شد دادن. عموما بازیکنانی که از دسته خارج کشور آورده عموما جوابگو نیست با بازی لیگ قهرمانان. چی بازیکنانی؟ ببینید در همین دسته احسان پنجشنبه هم بسیار بد بازید. برای چی من احسان رو بسیار میرم؟ چون که ما از اون امیدهای زیاد داشتیم. سایر فهم بازی کردن نتوانستم قدر خوب. یکون کس ندونستن تو تبریز بازی نکردن. همین دسته گویا بازی نمیکرد. اون حالت هایی که مثلا برای همون بیچاره دروازه‌بان در 2 گل اول برمیان آوردن، اون با تعبیر اگر ایمانوئل نویر میشد با اون گل میزدن. چی شد با استقلال؟ ما چیزی که اوزیامی گفته گذاشتیم وقتی که ما یک محصول میبونیم در نزد خود ما محصول سر مرشیدن مربی دسته استقلال در نزد خود یه شرایط مونده بود. اون شرایط رو هم ما اجرا کرده است. لیکن برای چی متخصص الموبین چمپیونات تاجیکستان برآمده رفت. اومد در قسمت اول چمپیونات دسته استقلال دیگر بازیکنان داشت. لیگانری که آورده بود خیلی پرقوت بودن. این لیگانری که امروز بازی میکنن عموما گفتن که جوابگو نیست. دسته رفشن کلوب هم در قسمت اول چمپیونات دسته ضعیف بود. بله بله. عموما دسته رفشن روز پرقوت شد با هیئت خود هیئت ایواز کرد. ببینید همین بازی که در هندوستان رفشن بازی کرد استقلال رو کنار میگذاریم چون که واقعا هم یکی از سبب‌های بزرگ شکست بزرگ استقلال نبودی سرمربی است. ما تا حاضر نمیدونیم که برای چی رفته است، هرچند که طبق شرطنامه اون باید جریمه گذاری بگردد و اما کار کرده شد و اما برگرد سر روشن. من میدونم شما مربی روشن هم بودید و مربی رو هیچ وقت انتقاد نمی‌کند و اما خالصاً لله گفتن در کار. در بازی که در هندوستان روشن بازی کرد من دیدم، شما میدونید که من با فوتبال علاقه‌مندی دارم، 5 بار توسط میانه میدان بین میدان سنتر پرتاب‌های بلند و پست حریفان یک به یک با دروازه‌بان ما شینی می‌برآمدند. یعنی که مربی گفتن نمی‌تواند که اصول بازی اینها همین گونه است که به مرکز می‌روند و گلی که دیروز هم زدن عرب‌ها از قطر عین حال بود. یک به یک برآوردن، 2 گل برآوردن با بین میدان یک پرتاب‌های پریمیتیو کودکانه.
شما شاهد بودید، حالا دیدید چی باید کنه در این وضعیت؟ مربی وقتی که میبیند که با اصولی دوران شوروی سویتی بازی میکند حریف، پرتاب با پیش و میدوند بازیگران. وقتی که بازی که در هندوستان بود، البته بازی برای بازیگران رفشن مشکل بود، برای که بود هوای هندوستان هم فرقیت دارد. لیکن خیلی که شما گفتید خطایی که همین پرتافتایی که حریف میکرد، عموما برای حریف غلبه در کار بود. عموما دورنگی رفشن هم این یک آمد بود برای سرمربی، باید با حساب کلان 3-0 باید رفشن معلوم میشد. رحمت با هم دروازه‌بانی که 3 توپ نجات داد و رحمت با داور کنجی که افسر ایسا برای این بازی اول بود، لیکن هر یک بازی چنین نمیشد. چون که دیدیم امروز در میدان خود با هم خطایی که عینی همون خطایی که بود، همون خطایی رو ما با همون خطایی رو کرد. خط محافظتی ما دو بازیگر که در بین در مرکز گیم میدان بازی میکنن، با امی بازیگر ایمی گیم زون امی میدان برآمده یک باید در این مورد دیگه دروازه‌بان نتونست یک گل زدن، دو بار دیگر برآمدن. شما بازی رو دیدید، باز برآمدن، بعد همین گل باز اونها برآمدن. اگر شما یک گپ خوب گفتید، به یک قینکی من امروز خطای مربی احتمال مربی رفشن نگویم، به حد برای هر یک مربی سر خطای بازی گپ بزنید. همچون پروفسیونال شما و من همچون مخلص پروفسیونال، ما دیروز با سرپرست اساسی روشن کلوب محترم محمد ظاهر صاحب نشسته تماشا میکردیم و به حساب ما الان حدود 25-30 بار دروازه‌بان توپ رو گرفتن، بازیگزاری با اصولی نم نمیکردند و هوایی پرتاب میکرد، نویس میکرد و از همین 30 پرتاب 29 پرتاب رو عرب‌ها گرفتند. قامتشون بلند بود، فیزیکشون جسماً با قوت‌تر بودن و با سر خوب بازی میکردن. وقتی که 20 پرتاب رو میگیرن، شرط است که با 10 پرتاب دیگه عثمانی کنیم. عموما همین پرتاب در بازی امروزه بازی زمانوی نیست. همین 20 پرتاب گفتیم 29 پرتاب، این 29 مراتب ما توپ گم کردیم. ما توپ هم خیلی 100% حواله میکنیم در بین بازیگرا. آواز پاوزیات این کیده میره معلوم. لیکن امروز فوتبال امروزه هیچ وقت ما خیلی بازی نمی‌کنیم. ما امروز در لیگ اول چمپیونات تاجیکستان بازی میکنیم، همین بازیگرایی که دیگه لیگ تاجیکستان برو اومدن، ما همون رو مجبور میکنیم که توپ پیش نزنیم. چی با ما توپ هم خیلی پدرکه کنیم، چی با ما توپ کنیم حریفه، چی با ما توپ خیمونه گرفته ورفتیم. دسته رفشن هم علی همین یگان هجوم نداشت. هجوم تیار میشود، هجوم هم باید ما تیار کنیم با ای خط محافظت، ای دروازه‌بان خط محافظت بازیگزاری کرده، حریف رو کشیده و بعد پیش رفتن در ما یگان بازیگزاری نکردیم در میدان خود. تو میومد سری پیش میزدیم، تو میومد ما پیش میزدیم. اگه فوتبال این بازی دعوایی که بگیم که اصل 20 بله، وقتی که بگیم پله بازی میکرد، بلاخین بازی وقتی پراتاسف بلاخین میدویدن، SSR با همین اصول بیشتر بازی میکرد. بینات دستایف با دست میپرتوف از بین میدان اون طرف، حاضر با دست هم نمیپرتوف از میدان اون طرف، میگیرن توپ رو جمع میکنن و بازیگزاری از نزد جریمه‌گاه خود. این چی از مندرج بود، ترس بود. نه، با فکر من قسمی اولی بازی همین دسته رفشن خوب شناس نبود با حریف. چون که اگر که سرمربی هم بود که ما با دسته شناس جای سخت و سستی دسته را میدونیم، نه درست بود. قسمی اولی بازی ما تماشا کردیم، رفشن یگان کار کردن نتونست. نه ایوی کنترل بازی اگر ما بینیم عموما رفشن کنترل نداشت در قسمت اولی بازی، در قسم اول. بعدا در قسم دوم بعدی که گل زدن، بعدی که مخلص هم میدونید من حاضر یک دلیل دیگر میگم، وقتی که عرب‌ها گل زدن آنها هدفمند، آنها توپ رو با کنترل دادن تا کنتر هجوم کنن. بله، آنها کارشو کرده بودن. من فکر میکنم اگر گل نمیزدن همین فشار دوام میافت.
درست فقط او برای سه خال اومدن برای قسمی اول بازی دسته یک بازی کشادی شده ما میگیم اتاکویش فوتبال نرفتن در محافظه نشستن عربو بازی کشاد بازی اتکریتا بود فقط ما باید بازی خودمون تشکیل میکنیم ما نتونستیم ما ضعیف بازی کردیم که ما میگیم ما اتاکو هجوم خود بازی خودمون سر کردن نمیتونیم این بازی گروهی که شد مثلا همین حریف دیروزه ما قطری رو بر تراکتور بای دادن با حسابی بزرگ 3-0 در میدان خودشون و برای 3 خال اومدن بر روشن اونها نک میدونن که بر دسته هندوستان غلبه میکنن و از جای دوم باید بدرشن چون که با تراکتور در ایران اینها علاقه میدونن که بازی رو بای دادن یعنی باز هم برمیگردیم سر همون بازی فوتزال که مربی باید با دسته ها رو دیده خلاصه خود رو برورد یعنی که خلاصه مربی دسته قطر خوب بود اونها با تراکتور بای دادن اینجا برای 3 خال اومدن و اینها امید دارن که صاحب 12 خال شدن روخت دوم رو میگیرن یعنی که ما شانس پیروزی در قطر هم بسیار کم داریم روشن با این بازی که امروز میکند ولی البته امروز که ما در میدان خود مغلوب شدیم بسیار مثل حریف ما دیگر در میدان خود به حد یک باوری بزرگ باوری کلان میگوید با مقابل روشن حالا که ما در میدان خود در سفر هم اگر دوران بازی که باشیم لیکن در میدان خود باید 3 خال و دست میوردیم عموما وقتی که ما یک مربی و یک دسته قدی باید بازی کنیم پیش از بازی قریب یک تمرین ما تحلیل میزگرانیم تحلیل یعنی هر یک قسمتی همون بازیگران باید با اینفرماسیا داشته باشیم که در خط هجوم کی بازی میکنه در خط موبایل کدام بازیگرای کلیدی است من نمیدونم چه خیلی امروز روشن عموما با این بازی تیار نبود داخل روشن کم بهش خبر دارم و میدونم که مثلا سرپرست گنرالی بزرگ حاجی شریف و طرفخانه شبیلی خیلی مبلغ‌های بزرگ خرج میکنن برای اینفراستراکتور روشن یک دسته بود شما هم مربی کار کرده اینفراستراکتور نداشت میدونید این رو حتی شتات‌های کاری رو نمیدونم مهر و وثیقه و هیچ چیز نداشت وقتی که ما با این کارگزاری رو سیگل ور خوردیم حتی در تحیل مونده من مخلصان یاد دارند که چند سال پیش وقتی که روشن به سرپرست مونده بود ما در اینجا با البته تحت سرپرستی فدراسیون فوتبال تاجیکستان در همین مهمانخانه خیاط ریجنسی با صاحبکارانی زاده کلوب و کلوبی ها واخوردیم و اونها در یک وای برای دسته در همون شب روز 2,700,000 تومانی از جیب خود از حساب خود برآورده دادن و همون سال روشن یا جای دوم یا جای سوم خود سوم رو گرفت یعنی که وقتی که همین پول جمع شد بعد من فهمیدم که اینفراستراکتور روشن وجود ندارد همچون کلوب پروفسیونال روشن کسی خفه نشود روشن چمپیون شد 2 بار درست است سرپرستش همین حاجی شریف بود بزرگ حاجی شریف بود اما اینفراستراکتور وجود نداشت امروز رهبریت روشن با وجه پرزیدنت کلوب فوتبالی روشن ظفر حق‌نظرov اینفراستراکتور رو با وجود آورده ایستاده است با میان میارد تولد کرده ایستاده است و اکثریت مردم هم که آموخته شدن با فوتبال کوچگی اینو درست قبول نمیکنند یعنی که در اینجا مبلغ‌های زیاد برای ورزشگاه برای گازون علافی مثلا طبیعی که از شما نقض بدونه همین رو هم با قبول نکرد ضعیف کرد این خدر جانکنی هایی که بود این نور پالوها پروژکتور ها موندن تمامی ورزشگاه تعمیر شده شما رفته باید بینید تا همون جای لباس عوض کنی و جای سر و کلاشویی فوتبالیست ها و جای لباس کشی و همه اینا تغییر دادن ویپا دیگر کردن این همه این پول میسته و پول کلان میسته همه این رو کرده استاده اند
اما با فکر من، با فکر شخصی من، اسلوبی که سرمربی در همین بازی کار گرفت پاسخگو بر اون خرج و مرج و عموما فوتبال معاصر نبود. اگر شما مربی روشن میشده دیروز 3 کار چیکار میکرده؟ 1 2 3. عموما من اگر مربی میشدم هر یک مربی پیش از بازی باید یک پیش فکری هم باید داشته باشد. وقتی که ما با میدان میرم دسته را ما همیشه خود با خود یک پیش فکر میکنم اگر که ما یک قسمت بایی بتونم باید چیکار کنم؟ باید ما با همین تیار باشم. یکی ما گل سر اگر ما تیار نباشم دیگر ما گل سر دادیم فکر میکنم مربی ایران تبار عموما شوک سستانی دازد یکون خیلی با فکرم دیگر فکری درست سرش نمی اومد. برای که تغییراتی که دین داد مربی عموما تغییرات خیلی دیر. در دقیقه 89 هم اصلا مربی تغییرات میکنند که برده ایستاده است و برای وقت کشول کردن. بله، نه که ما اگر شما گفتین یکم باید ما بگیم تاکتیکی یک آمادگی خود ما میکردیم. آمادگی باخت در قسمت اول میشد. اگر که ما یک نوع ما دیگه البته هر یک مربی بازیکنان خود رو ناز خوب میدوند. کدام بازیکن 90 دقیقه بازی میکند، کدام بازیکن مثال 60 70 دقیقه ما میتونم که بعد قسمی اولی چی تغییر وقتی که ما 1-0 مغلوب شدیم ما میدونم که همین فوتبال بازی ما باید عوض کنم. برای که ما در ذخیره دارم بازیگری که میتواند بازی را در جای هم بازی را تغییر بده. بازیگری که ما عوض میکنیم که باید یک فایدهش باشه برای دوم برای فهمیدن مربی من نمیدونم مربی روشن کلو چخیل بازی را برای که من وای پریس چی در گوش کردم تست کنفرانسیا به حد خوب تیار بود ایروی گفتهای خودش. برای که سیوم البته خطای اساسی که ما گفتیم درباره تغییرات بازی همه وقت دسته وقتی که ما 1-0 باید دادیم مانند دستای در چمپیونات تاجیکستان با مقابل استقلال بازی میکنن 4 خط محافظت نیستم 4 بازیگر که بازی داریم ایوا 1-0 باید دادیم همین 4 محافظت چی باید 3 بازی نکرد روشن چی باید 3 وقتی که گل 3 بازی میکرد برای این بازی کن البته باید این سیستم در بازی گذشتم باید بگیم چی کرده میشه تکمیل دادم. بله در بازی‌هایی که در جام تاجیکستان بازی میکنه با حریفای صد با پنشر بازی کرد با یکی حسابی کلان روشن غلبه کرد. در همین بازی باید ما 3 در خط محافظت 3 بازی میکنیم. اگر شما دیده باشید در قسم دیگه استقلال با 3 محافظتگر برآمد با سپاهان تغییر داد تاکتیک سیستم بازی را یکی در بازی روشن ما ندیدیم خیلی کم 4 محافظتگر بازی میکرد. اگر شما مربی استقلال میبوده بعد قسمت یکم چیکار میکرد در بازی با سپاهان؟ البته اگر ما که بسیار وای دورماواست داشتم که در حیات ما باید مربی استقلال باشم برای که یکی از دستای بهترین امروز در آسیا میمونه. البته در این بین مربیان نوفهمی زیاد شد دسته در یک به تیاری با لیگ قهرمانان برآمد. در قسمت اول چمپیونات دیگر بازیگران بازی میکردن بازیگران تمام عوض شد عموما دسته یک به تیاری با همین بازی قهرمانی برآمد. خب برحال با همین هیئتی که بود شما چیکار میکردید؟ قسمت یکم که 2-0 ما البته امروز هیئتی که امروز داره یگان تغییرات اونجا چیکار نمیتونستم لیکن همین بازی دروازه‌بان هم اما قدر معقول نیست و پیش از همه دروازه‌بان باید عوض میکنه. که 2 گلی که در قسم اول سر داد یک گلی که عموما در چنین سر در لیگ قهرمانان که گل سر دادن عموما یک سیف کرده بود اون استقلال در همون بازی
сейф кард як марта як ба як гирифт як бо дар қисмати дуюм аммо бо хатои худи бозингарон истиқлол шуда бале не вақте ки мо арифро оно як ба як бозингар вақте мо бозингар даъват мекунем ай бразилия имрӯз истиқлол ай бразилия бозингар дорад маро мебахшам бозингар лекин беҳар як бозингаре ки агар мо масофаи километраж амуро бинем ягон 1 километр надавида охир футбол ба ра гаштан ту ғалаба мекунӣ сепаҳхона футбол ҷои дар коре ки давиш дар кор қувва дар кор физика дар кор ғалаба кард дар ҷон барои ки имрӯз регар мехоҳем футболи ҳамун солҳои 2013 як бори дигар мо ҳамун ишонтия барои ҳамин ман фикр мекунам ки мураббиёи мо ягон камӣ надорад имрӯз алидин турдиев дар фархор кор мекунад Зайниддин Раимов дар Рега Тадас кор кеста ягон ҳамин дастаҳо камбудӣ надорад дар оянда албатта осилот имрӯз бигем натиҷаи хуб ишон надод дар қисмати аввал алидин турдиев дар қисмати дуюм гирифтария лекин иншоалло дастара дуруст мебонад рай дуруст намебонад алишер тухтаевам бигем шогирди хунмунай мураббии про дорад литсензияи про дорад лекин таҷрибааш кам аст имрӯз дар истиқлол ҳамчун сармураббӣ кор мекунад айвудаи кор дидем ки набромад барои ки ёрдамчӣ сармураббӣ ёрдамчи ҳеҷ вақт ёрдамчӣ сармураббиро иваз карда наметавонад ман умуман дар бораи гела ин гапа гуфтанам хуб биёед мунтахаб ҷавононро мегирем мураббӣ боз овардем хориҷӣ ва бисёр шонси хуб доштем ки масалан ба марҳилаи гурӯҳӣ бароем чунки марҳилаи даврии гурӯҳӣ дар маҳз дар тоҷикистон баргузор шуд ба чемпионати осиё бисёр шонси хуб доштем ва дастаҳо пурқувват намуданд чаро масалан хориҷиро мо даъват мекунем бояд пеши ӯ масалан мо нақша гузорем ва ҳамин дастаи ҷавонони мо басе хеле бадтар аз дастаҳое буд ки масалан Пулот Қодиров ва Зайниддин Раимов машқ тамрин медоданд тренерони худӣ фикр мекунем ки ин бачаҳоро аз кӯдакӣ аз наврасӣ медонистанд интихоб карда буданд яъне ки первый блин кому мо аз хориҷа ба ҷавонон овардем ва ба бозии финали ҷоми осиё набромадем хеле шармандавор набомад пеш аз ин бозӣ пеш аз ин мусобиқоти дар душанбе шуд мо ду мусобиқаи дигар иштирок кардем дар беларусия иштирок кардем дар қирғизистон баромад ки аз гурӯҳ набромадем чи дар қирғизистон чи дар ҷои чорума гирифтем барои ҳамин дар федератсияи футбол таҳлилгар дар кор ки ҳамин корҳои сармураббиёро бояд таҳлил кунад бояд ҳар як сармураббӣ пеши ҳамин таҳлилгар ё ки советник мегӯем ё ки психолог бояд ҷавоб бутанд пеши федератсияи футбол ҳамин таҳлилгар бояд хулосаи худша ба президенти федератсияи футбол гӯяд ки ҳамин мураббӣ чӣ хел кор бурда истода ҳаминро иваз кунем ё не мисол ҳамин равоншинос ё таҳлилгар ё советник як хел коргар бояд дар федератсияи футбол дошта бошем ки сармураббиёи дастаи наврасон ҷавонон дастаи олимпийский сборни дастаи якачин ҳамин таҳлилгар бояд дастаи олимпиямо хеле бад бозӣ кард ҳарчанд ки кастак ё худ гавҳари ҳамин даста дар ҷоми осиё бачаҳо бозӣ мекарданд 23 соло тамоми шароитта федератсияи футбол пешкаш мекунад вақте ман сармураббӣ будам мо хел шароитҳо надоштем боди ман ҳазор раҳмат шумо гуфтем дастаи равшан ҳоҷи шариф чандин сола дастаи равшана шароит мекунад бозӣ мекунад вақте ман сармурабби равшан будам мо меомем ҳамун рӯзи бозӣ мекардем ва гашта мерафтем имконият хоб кард надоштем хоб кард бо дам бигирем омадем не имрӯз равшан кулоб дар шаҳри душанбе мачқи тамриноша мезгаронад баъза дорад дар душанбе ин шароитҳо набуд ё ки дастаи наврасони мо пеш аз бозиҳои осиёӣ дар ду мусобиқаи снг ҳамчун сармураббӣ ва ҳам бозингар будам соли 93 вақте ки ҷоми тоҷикистон ғалаба кардем ман ҳам бозингар ҳам сармураббӣ будам ва баъдан бо чанд соли дигар мураббигӣ ҳам кардем бигем дастаи равшан ва ҳама вақт мо бигем ки
тайёрем ки бори дигар баргашта ба дастаи дӯстдоштаи худ хизмат кунем ҳамкорӣ кунем. хуш омадед ба ютуб канали SSSR TV. мо умед дорем ки дарҳои клуби футболии Равшан барои тамомии бозингарону мураббиёну он нафароне ки дар ин клуб саҳм доштанд, ҳатто агар аз дур ҳам мухлисӣ мекарданд, ҳамеша кушодааст. ҳеҷ вақт Равшан бозингарони худро, мураббиёни худро, ҳатто мухлисони худро ва ҳар нафареро ки барои Равшан хасеро болои хасе гузоштааст фаромӯш намекунад. саломат бошед. саломат бошед. барои даъватон ташаккури зиёд ки даъват кардед. саломат. раҳмат барои суҳбататон.